سلام، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز میخوام در مورد یکی از دغدغه‌های شما عزیزان یک کوچولو با هم صحبت کنیم. تفاوت فیلر اصل و فیک. اینکه خب خیلی از شما عزیزان اطلاعات پزشکی ندارید و نمیدونید که اون فیلری که قراره واسهتون تو صورتتون تزریق بشه آیا فیک هست یا اینکه اصله. چجوری اینو متوجه بشین؟ خیلی خلاصه میخوام چند تا نکته مهم بگم. یک، در کشور ما هیچ گونه فیلر 10 cc دارای تاییدیه و مجوز نیست که در صورت تزریق شود. پس اگه رفتین جایی و به شما گفتن که ما فیلر 10 cc داریم و اینها برای شما مثلا تزریق میکنیم، برای مثلا 3 cc رو به شما میزنیم، 4 cc رو به خواهرت میزنیم یا به دوستت تزریق میکنیم، این مطمئن باشید این فیلر فیکه و مجوز استفاده در صورت رو نداره. پس این شد نکته اول. نکته دوم، خب شاید پزشک به شما اصلا نگه فیلر 10 cc هست، چجور میخوایم متوجه شید؟ فیلرهای تک cc که مخصوص صورت هستن هر کدام دارای سرنگ مخصوص به خودشان هستن که این سرنگ داخل یک بسته‌بندی کاملا جدا با پک مخصوص هستش. یعنی اینکه وقتی میخوان پزشک برای شما فیلر تزریق کنه، این فیلر نباید داخل سرنگ‌های معمولی باشه که شما در داروخونه‌ها یا توی درمونگاه‌ها یا توی مطب‌های پزشکی می‌بینید. سرنگ‌هایی که گاهن آبی رنگ یا سفید رنگی و سرنگ‌هایی هستش که با اونها تزریقات پزشکی انجام میشه. فیلرها داخل این سرنگ‌ها نیستند، فیلرهای اصل. و اگه پزشکی برای شما تزریقات فیلر رو داخل این سرنگ داره انجام میده، مطمئن باشید که این فیلر 10 cc هستش. نکته مهم و نهایی، گاهی وقتا امکان داره فیلر داخل سرنگ مجزا باشه، پک مجزا داشته باشه ولی مجوز وزارت بهداشت نداشته باشه، یا اینکه داخل کشور چین یا گاهن توی کره پر شده باشه و بازم فیلر فیک باشه. اینو چجور می‌خوایم متوجه بشیم؟ از طریق بارکد و بچ نامبری که روی فیلر هست. تمام فیلرهای اصل و دارای تاییدیه دارای یک برچسبی روی جعبهشون هستن که تاییدیه وزارت بهداشت داخل اون حک شده و یک بچ نامبری دارن که اگه شماره این بچ نامبر رو داخل سایت وزارت بهداشت بزنید، کاملا شناسنامه فیلر به شما نشان داده میشه. با این نکات ریز میتونید کاملا خودتون مراقب زیبایی خودتون باشید. بارزه بهترین ها.